سلام. تو ویدیو امروز میخوام بهتون آموزش بدم که چطور از بونوس های صرافی بیت یونیکس استفاده کنین. بونوس های این صرافی خیلی جذاب هستن، چون برخلاف بقیه صرافی ها که صرفا یک بونوس معمولی هستن، اینجا دقیقاً مشابه پول واقعی شما میتونین باهاش ترید انجام بدین. هر تعداد معامله‌ای با هر لوریجی که بخواین میتونین انجام بدین و سودش رو برداشت کنین. برای اینکه از بونوس‌های این صرافی استفاده کنیم، بعد از اینکه اپلیکیشن رو نصب کردیم و باز کردیم، تو همین صفحه اصلی میریم به بخش ریوارد. اینجا ریوارد سنتر این صرافیه. میبینین یه سری تسک برای من مشخص کرده که با انجام دادنشون به من یه ووچر میده. یه سری از این تسک ها عمومیه، یعنی برای همه فعال میشه، اما یه سری از تسک های اینجا مخصوص افرادیه که با یک کد معرف مشخص ثبت نام کرده باشن. همونطور که تو ویدیو آموزش ثبت نام این صرافی بهتون گفتم، من پیشنهاد میکنم حتما با یک کد معرف ثبت نام کنین، چون این صرافی یه سری کمپین و بونوس مخصوص افرادی که با کد معرف ثبت نام کرده باشن در نظر میگیره. حالا در نهایت ما اینجا یه سری تسک داریم که این تسک ها میتونه صرفا ثبت نام داخل صرافی باشه، یا اینکه ازتون بخواد ثبت نام انجام بدین و یه واریز به حسابتون داشته باشین، یا ازتون بخواد حجم معاملاتتون به عدد مشخصی برسه. در نهایت بعد از اینکه شما اون تسک رو انجام دادین و واجد شرایط دریافت اون هدیه بودین، اینجا تو بخش ویو مای کوپونز میتونین ووچر هاتون رو ببینین. به عنوان مثال من الان دو تا ووچر دارم، یه ووچر 25 دلاری و یه 5 دلاری که اینا به صورت پیش‌فرض برای من فعال نمیشن. بعد از اینکه من واجد شرایط شدم و این ووچر رو دریافت کردم، 7 روز فرصت دارم تا بیام از طریق این دکمه اکتیویتی که اینجا وجود داره اون ووچر رو فعال کنم. و اگه تو این بازه 7 روزه فعالش نکنم، دیگه این ووچر میسوزه و من این بونوس رو از دست میدم. من اینجا یه نکته دیگه هم بهتون بگم که معمولا جوایزی که برای کمپین های مختلف این صرافی در نظر گرفته میشه، بعد از پایان کمپین حداکثر تا 3 روز کاری به حسابتون اضافه میشه. پس حواستون باشه که به موقع بیاین و اون ووچر رو فعال کنین. حالا به عنوان مثال من یکی از این ووچرها رو فعال میکنم، مثلا همین ووچر 5 دلاری رو اکتیویت میکنم. وقتی اینو فعال میکنم به من میگه که تا این تاریخ فرصت داری که از این ووچر استفاده کنی. معمولا بعد از فعال کردن ووچرها شما تا 7 روز فرصت دارین که از اون ووچر استفاده کنین. ولی خب بازم ممکنه برای ووچرهای مختلف متفاوت باشه، پس به این تاریخ هم توجه کنین. حالا من روی ترید ناو اگه بزنم و به بخش معاملات فیوچرز بیام، میتونم با همین ووچر اینجا تریدم رو انجام بدم. الان اینجا از این قسمت بالا میتونم انتخاب کنم که روی چه جفت ارزی میخوام معامله‌مو انجام بدم. من همین بیت کوین رو انتخاب میکنم. اینجا میتونم حجم معامله‌مو انتخاب کنم که میذارم روی 100%. میبینید که برای من نوشته 5 دلار اویلیبل داری. میتونم الان با این 5 دلار هر تعداد معامله‌ای که میخوام با هر لوریجی که میخوام انجام بدم. و از این قسمت بالا لوریجش رو انتخاب میکنم و معامله‌مو باز میکنم. حالا من آموزش معاملات فیوچرز این صرافی رو توی ویدیو جداگانه واسهتون آماده میکنم. اینجا فقط صرفا میخوایم یه معامله تستی با هم انجام بدیم که نحوه استفاده از ووچر رو ببینیم. این بالا معامله من میذارم روی مارکت که همین الان معامله‌ام باز بشه. روی اوپن لانگ کلیک میکنم و تاییدش میکنم. میبینین که معامله من باز شد، دقیقاً مثل یه پول واقعی. و این معامله هر چقدر بره توی سود، وقتی من این معامله رو کلوز کنم، سودش برای من بدون هیچ محدودیتی قابل برداشته. یه نکته دیگه هم در مورد این ووچرها و بونوس‌ها بهتون بگم. تا زمانی که شما بونوس فعالی دارین که میخواین باهاش معامله انجام بدین، نباید از صرافی برداشت بزنین، چون اگه برداشت بزنین بونوستون میسوزه. البته موقع برداشت زدن هم خود صرافی بهتون این اخطار رو میده که حواستون به این مورد باشه. و به عنوان آخرین نکته دوباره تاکید میکنم که حواستون به مهلت فعالسازی ووچرها و بعد از اون مهلت استفاده از بونوس برای ترید کردن باشه. امیدوارم ویدیو واسهتون مفید بوده باشه. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. تا ویدیو بعدی، بدرود.